الو کمال، نیلگون چه حال داری؟ بعدی از استانبول آمدن صحبت کردن نتوانستیم. خواستم که زنگ زنم. فرزندانم چه حال دارن؟ خوب، ما خوبیم. هممون خوبیم، یگون مشکلی نیست. قادر خوب است؟ با کسی جنجال نمی کند؟ یگان دیوانگی نکرد؟ قادر هم خوب است. اینقدر مشکلی ها رو از سر گذرانیدیم، اما اینش رو هم میگذرانیم. حالا باشد. کوشش کرده ایستاده‌ایم که به حیات نو عادت کنیم. تو چه حال داری؟ مرد چه حال دارد؟ خوبم. مرد هم خوب است. چیچکم هممون خوب هستیم. یگان مشکلی نیست. عادت میکنن. کمی وقت گذرد مرا میفهمند. آوان جوانی است، ناگهان عصبی و بعداً آرام میشوند. همینطور نه؟ بله. خرسندم که مرد خوب است. نیلگون، یگان احتیاج داری؟ نه. فهمم. خودت را احتیاط کن، جوان ها را نیست. تو هم. خوش باش نیلگون. تا بازدید. خوش بمان. پدرم بود. از قدیر پرسیدن وضعیت رو با او نقل کردید؟ گفته نتوانستم. معلوم که در اونجا هم جنجال شده است. یگان چیز رو نقل نکرد؟ نه دخترم. دنیا ویران شود هم او لب وا نمی کند. شما از کجا فهمیدید؟ از آوازش. صبح بخیر جناب. صبح بخیر. صبح بخیر پسرم. صبح بخیر. با من چنان نگاه میکنی که گویا من گناهگار باشم. اگر من نمی بودم سوزن فرزندانت رو گرفته به کجا می برد خدا می داند. در نزد من باشند بهتر نیست پسرم. با من به مانند بیگناهان معامله نکنید مادر. میدانم که با سوزن زبان یک کرده فرزندانم را بر ضد من آماده کرده ای. من نمیخواهم که عائلت ویران شود. وگرنه من خواهش دیدن روی سوزن را ندارم. چشم نرسد این وقتها مناسبت خوب دارید. گویا که مادر و دختر باشه. کاش که همین خیل باشد پسرم. نه به من احترام دارد و نه گفته هایم را گوش میکند. این طور که باشد جدا شویم بیشتر شما خرسند میشوید. پسرم چه خیلی که طول سالها من برای سوزن فداکاری میکنم. حالا باشد تو میکنی. تو نسب داری پسرم. تو ایپک چی هستی؟ با موضوع گذشته دکنون گپ زنید. تو در جمعیت جای خود رو داری پسرم. عقلت رو به کار درار. تو به مانند هر انسان شده نمیتوانی. آیا با مجلس های کاری با آن زنی از عدن بوده میروی؟ با شب نشینی ها هم او رو میبری؟ شما با سوزن هم فکری خوب شده اید مادر. سوزن به خاطری که به فایدهش کار کرده ایستاده هم خاموش است. اگر جدا شوید به من نیز حمله میکند. خواطر نشو. تا بازدید. بشین کمی صحبت کنیم. التماس مرا در انجام. چیچک جان، مهمان آمده است. دوگانت از تو خواطر شده است. آی دوگانه
پروانه جان از تو خاطر شدم، پزمان شدم. خوش آمدی. دیدم که با زنگ‌هایم جواب نمیدهی، تکرارا زنگ هم نمیزنی. بعد با اکات زنگ زدم، با او تشکر که مرا به اینجا دعوت کرد. اکا امیر بسیار آدمی خوب هستند. اگر خواهید با بیرون بروید با حضور صحبت میکنید. شما هم با ما نشینید آخر. بسیار میخواستم اما من با ایجی وعده دادم باید روم. ها خب میلش نباشد. با شما صحبت خوش. تو بازدید. بیا رویم. گرسنه نیستی؟ نه من خوراک خوردم. سوزان از حاضر برای تیار کردن کودکان شروع کرده است. اگر جدا شوید و اگر سوزان به دیگر خانه بکوچد فرزندانت را فراموش کن. بین من و فرزندانم رشته قوی موجود است مادر، شما خواطر نشوید. نه آنها از من دست میکشند و نه من از آنها. به میبخشم گفتن مرد و چیچک اعتبار نده پسرم. از روزی جدا شدن تو آنها را ترک میکنی. آنها فکر میکنند که به جای آنها دیگری رو انتخاب کرده ای. عقلت را به کار درآور. این زخم زود صحت نمیشود. مادر من نمیخوام که فرزندانم در عائله غمگین حبس شوند. چیچک و مرد کودک نیستند، با گذشتن وقت مرا میفهمند. اگر به تو دیگر محتاج نشوند چی؟ این چه گفتنی است؟ سوزان جوان است. از کجا میدونی که دیگر عائله دار نمیشود؟ او زنی میباشد که دلش شکسته شده است. تو فکر میکنی که هنگام جدا شدن از تو پلیس یاد را میگیرد و خاموش میشود؟ نه، او کار میکند که تو را سخت رنج دهد پسرم. آیا طاقت کرده میتوانی که فرزندانت با پدری اوگای زندگی کنند؟ چیچک مرد دیگر را پدر گوید. مهربانی که مرد به تو میکرد به کسی دیگر کند. عذاب نمیکشی پسرم؟ کمال پسرم، باره فکر کن که آن شخص هر روز فرزندان تو رو میبیند، اما تو باشی در یک هفته یک مرتبه. این را نیز اگر فرزندانت خواهند، آیا حیاتی نوی که تو میخواهی همین است؟ کار شان و شهرتت یک سو، فکر اینش رو نمیکنی پسرم؟ الگانت پروداکشن تقدیم میکند 24 ноябр тарабхонаи зебунисо базми солинавӣ бо иштироки ситораҳои эстрадаи тоҷик Сангали Мирзо, Зафар Аюбӣ, Ҳабиба Давлатова.